یک کارمند اکادمیای دولتی اداره‌کنی نزد پرزیدنت تاجیکستان که در استراحتگاه در ناحیه ورزاب دوره کرانتین را پشت سر می‌کرد، با زخم‌های شدید کار در بیمارستان بستری کرده شده است. در حالی که این خبر را نزدیکان او می‌رسانند، مقامات از شرح آن خودداری می‌کنند. نزدیکان ظاهرشاه قادروی 35 ساله میگویند حادثه روز 26 مارس روی داده. مقامات با آنها گفتند که گویا پسرشان به بدن خود چند دفعه کارد زده از آشیانه سوم سر و زیر شده است. قادر قادروف پدر ظاهرشاه قادروف روز 28 مارس در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت به این فرضیه باور ندارد و از مقامات می‌خواهد که حادثه را منصفانه تحقیق کرده گناهکاران را جزا دهند. چه خیل آدم به بدن خود 6 کارد میزند و باز از آشیانه سوم به زمین میافتد؟ چی حادثه شده است؟ باید دقیق کرده گناهکاران را یابند، گفته است پدر. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با گذشت 2 روز از حادثه رسما در این باره خبر ندادند. نماینده دفتر مطبوعاتی وزارت روز 28 مارس گفت بله چنین حادثه شده است و وزارت کارهای داخلی تحقیق دارد. منتظر هستیم کمی وضعش بهبود یابد و از خودش فهمیم که چی روی داده است. در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان که مسئول کرانتین ساکنان است، در شعبه احیاگری بودن ظاهرشاه قادروف را تصدیق کرده گفتند پزشکان برای صحت شدن او همه کار ممکن را اجرا میکنند. قادر قادروف پدر ظاهرشاه قادروف میگوید بعد از خبردار شدن از حادثه به طور فوری از ناحیه اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان به دوشنبه آمد و روز 28 مارس مفتشان با او صحبت کردند. پزشکان گفتند که پسرم به خود آمده است اما فعلا گپ زدن نمیتواند. مفتشان میخواهند با او صحبت کرده اصل قضیه را فهمند، گفت او. به نقل قادر قادروف حادثه روز اتفاق افتاده است که گویا چندی از همکاران پسرش به عیادت او و کارمندان دیگری اکادمی اداره‌کنی دولتی به ورزاب رفته بودند. معلوم نیست آیا آنها با یکدیگر واخورده اند یا نه. ظاهرشاه قادروف سردار یکی از کافدرهای اکادمی دولتی اداره‌کنی نزد پرزیدنت تاجیکستان را بعد آنکه یکی از همکارانش از آلمان برگشته و زکام شده است به کرانتینی 14 روزه فرستادند.